به نام خدای بخشنده مهربان. سلام، دانیال فتاییم، رفیق خدا. حالت خوبه؟ کیفت کوکه؟ امیدوارم که قلبت همیشه پر از عشق و نور خداوند باشه. یادم بچه که بودیم بهمون میگفتن خداون بالاست تو آسمونا. ما هم میخواستیم دعا کنیم دستمونو میگرفتیم بالا به سمت خدا. همیشه میخواستیم خدا رو صدا کنیم به آسمون نگاه میکردیم. اما من اومدم بهت بگم که خدا همینجاست، تو قلبت. همیشه داره هدایتت میکنه، همیشه داره راهنماییت میکنه به سمت چیزی که تو میخوای. خدا همینجا کنارته. چشماتو ببند و حضورش رو احساس کن. ببین وقتی بهت میگم خدا همینجا کنارته چه آرامشی میگیری، چقدر خیالت راحت میشه. دلیلش اینه دارم از بزرگترین قدرت جهان حرف میزنم. خالقی که همه چیز آفریده، خالقی که خودشو به صورت جهانی که داریم میبینیم گسترش داده. آره درست شنیدی، همه چیز خداست. هر چیزی که تو میبینی خداست. درختی که میبینی خداست، رودخونه‌ای که میبینی خداست. البته که منظورم این نیست که درخت و رودخونه رو پرستش کنی، نه. حرف من اینه که خداوند به شکل رودخونه در زندگی تو جاری شده. خداوند درختی شده که میوه‌ای خوشمزه و مقوی به تو بده. خداوند خورشیدی شده که به تو گرما و روشنی ببخشه. خداوند همه چیز است و همه چیز از خداست. دنبال خدا تو آسمونا نگرد، همینجا کنارت نشسته، دستش تو دستاته. حضورش رو احساس کن. خدا همینجاست تو تک تک سلول های بدنت. خدا همینجاست تو نسیم خنکی که صبح میخوره به صورتت. خدا همینجاست به شکل لبخندی که روی صورت بچت میبینی. خدا همینجاست به شکل نوازش عاشقانه همسرت خودشو بهت نشون میده. خدا همینجاست هر لحظه کنارت، هر لحظه جلوی چشمات، هر لحظه درون قلبت. خدا همینجاست، نیازی نیست به آسمون نگاه کنی. همینجا کنارت نشسته، همینجا در رگ‌های تو جاریه، توی تک تک نفس‌هایی که میکشی. خدا همینجاست. وقتی قلب یه آدم از شادی پر میکنی میتونی ببینیش. خدا همینجاست وقتی دست یه نفر رو میگیری و کمکش میکنی میتونی ببینیش. خدا همینجاست وقتی یه نفر رو میبخشی میتونی ببینیش. خدا همینجاست وقتی به پرنده ها غذا میدی میتونی ببینیش. آره خدا عشقه، خدا شادیه، خدا لبخنده. خدا رو همیشه و هر لحظه میتونی ببینی. هر لحظه ای که داری محبت میکنی، هر لحظه ای که داری عشق میدی، هر لحظه ای که داری میبخشی، هر لحظه ای که دستی رو میگیری، هر لحظه ای که لبخندی رو به لب کسی میاری، هر لحظه ای که برای کسی دعا میکنی، هر لحظه ای که بی قید و شرط عشق میدی و میبخشی. آره خدا رو هر لحظه میتونی ببینی. خدا همینجاست تو لبخند بچه‌ای که یه خوراکی بهش میدی. خدا همینجاست تو تراوت گلی که با عشق بهش آب دادی. خدا همینجاست تو نسیم خنکی که از لابلای درختای جنگل رد میشه و به صورتت میخوره. خدا همینجاست تو رنگین کمون زیبایی که بعد از بارون شکل میگیره. خدا همینجاست. آسمون رو ببین، هر روز به یه شکل نقاشیش میکنه. آسمون امروز با آسمون دیروز فرق داره و آسمون فردا با آسمون امروز. و هر نقطه ای از دنیا نگاه کنی میتونی خدا رو ببینی.
گوشه گوشه دنیا پر از معجزه است. تو هر نقطه‌ای میتونی رد پای خدا رو ببینی. هر لحظه و هر جا میتونی حضور خدا رو حس کنی. خدا همینجاست. لازم نیست بری دنبالش بگردی. لازم نیست با زبون خاصی باهاش حرف بزنی. زبون خداوند زبون احساسه. تو میتونی با قلبت با خدا حرف بزنی. وقتی که حس شکرگزاری داری به خدا میگی من قدر نعمت‌هات رو میدونم، پس لیاقت دریافت نعمت‌های بیشتر رو دارم. با شکرگزاری ظرفیت خودت رو بیشتر میکنی. ولی موقعی که مدام غر میزنی و احساس بدی داری به خدا میگی که تو هیچ نعمتی به من ندادی. خب چطور انتظار داری که خدا نعمت‌های بیشتری بهت بده؟ همین که میتونی نفس بکشی خودش بزرگترین نعمته. میتونی ببینی، بشنوی، همه اینا نعمته. بخوام بشمرم هزاران هزار نعمت داریم ما که قدرشو نمیدونیم، که بابت شکرگزار نیستیم. شکرگزاری قواعد خاص و پیچیده‌ای نداره. اینجوری نیست که حتما لازم باشه توی مکان خاص بشینی، شمع روشن کنی، جملات خاصی رو تکرار کنی. نه، فقط باید احساس شکرگزاری رو در خودت ایجاد کنی. فقط باید با قلبت تشکر کنی بابت چیزهایی که خدا بهت داده. پس بازم میگم زبون حرف زدن با خداوند زبون احساسه. وقتی یه نفر رو میبخشی تو فرکانس خداوند قرار میگیری. وقتی برای کسی دعا میکنی فرکانست میره بالاتر. وقتی که خوشحالی، وقتی که میخندی، وقتی که احساست خوبه، داری به خدا میگی من ظرفیت و آمادگی دریافت شادی و خوشحالی بیشتر رو دارم. برای اینکه نعمتهای بیشتری رو دریافت کنی باید از نعمتهایی که داری خوشحال باشی. یه بازی ساده است ولی هر کسی نمیتونه انجامش بده، چون همه عادت کردن که غر بزنن، همه عادت کردن از بدیها حرف بزنن، از مشکلات حرف بزنن. و اینکه تو بخوای وسط این همه سیاهی و ناشکری شاد باشی و شکرگزار، خب یه کمی سخته، ولی اگه عادت کنی به سپاسگزار بودن دیگه برات راحت میشه. باید مدلت رو عوض کنی، باید سبک زندگیت رو عوض کنی، باید تغییر کنی. و تغییر جسارت میخواد، جرأت میخواد، شجاعت میخواد. از هر کسی بر نمیاد. پس باید نگاهت رو به خدا تغییر بدی. خدا همینجاست کنارت. خدا همینجاست تو قلبت. برای چند دقیقه چشماتو ببند و با من تکرار کن. خدایا من حضورت رو هر لحظه احساس میکنم و با وجود تو احساس آرامش دارم. خدایا من حضورت رو هر لحظه احساس میکنم و با وجود تو احساس آرامش دارم. خدایا من حضورت رو هر لحظه احساس میکنم و با وجود تو احساس آرامش دارم. تکرار کن. خدایا من حضورت رو هر لحظه احساس میکنم و با وجود تو احساس آرامش دارم. خدایا من حضورت رو هر لحظه احساس میکنم و با وجود تو احساس آرامش دارم. خدایا من حضورت رو هر لحظه احساس میکنم و با وجود تو احساس آرامش دارم. خدایا میدونم که تو در قلبم حضور داری و هر لحظه هدایتم میکنی. خدایا میدونم که تو در قلبم حضور داری و هر لحظه هدایتم میکنی. خدایا میدونم که تو در قلبم حضور داری و هر لحظه هدایتم میکنی. تکرار کن. خدایا میدونم که تو در قلبم حضور داری و هر لحظه هدایتم میکنی. خدایا میدونم که تو در قلبم حضور داری و هر لحظه هدایتم میکنی. خدایا میدونم که تو در قلبم حضور داری و هر لحظه هدایتم میکنی.
خدا همین جاست کنار من، دستش تو دست منه. خدا همین جاست کنار من، دستش تو دست منه. خدا همین جاست کنار من، دستش تو دست منه. تکرار کن. خدا همین جاست کنار من، دستش تو دست منه. خدا همین جاست کنار من، دستش تو دست منه. خدا همین جاست کنار من، دستش تو دست منه. من دانیال فتایی ام و آرزو میکنم تمام لحظات زندگیت پر از رنگ و بوی خدا باشه.